سلام، خیلی مخلصم. امروز هفته محرم توی رباط کریمیم. سمانه سهرابی 20 سال پیش ناخواسته قتل رو انجام میده که اصلا قتل رو سمانه انجام نداده، که شوهرش انجام داده، انداخته گردن سمانه. به سمانه گفته تو گردن بگیر، تو بچه 16 سالته، نمیتونی منو در بیاری. من میفتم دنبال کارات درت بیارم. پسره حالا میپیچه میره، کاری ندارم. الان سمانه بعد 20 سال حکمش اومده، 15 روزه بعد قرار اعدامش کنن. از شما میخواستم یه حال عجیبی داره این کارا. یه 40,000 تا بچه لات میخوام، 40,000 تا پسر خوب میخوام، 40,000 تا از خواهرام داداشام میخوام، نفری 100,000 تومن کمک کنه به این خانواده. شماره پدرشون علی حیدر سهرابی رو میخوام بذارم براتون که دست اجرای احکام شعبه 6 بلوکه شده. اگه نمیتونی کمک کنی این ویدیو رو شیر کن واسه دوستات که تو این امر خیر به ما کمک کنن. دوست دارم پست بعدی خبر خوب بدم که آزاد شده. مادرشون نمیتونه زیاد حرف بزنه، 20 سال چشم انتظاره، فقط داره گریه میکنه. این محبت رو در حق این خانواده بکن. محرم هم هست دیگه، خیلی ثواب داره. شماره کارتو میذارم، نتونستی کمک کنی شیرش کن. خیلی مشتی هستین، کمک کن.